برای چی زنها پیغمبر نمیشوند؟ برادر عزیز بزرگوار، زن به خاطر این، البته در کتاب ها دوستای خدای نه آوردن که به چی خاطر زنها پیغمبر نشدن. به خاطری که زنها اونها را دیدن بیگانه براشون حرام است، صدای اونها بلند کردن. منظور و مقصد از رسالت، نبوت، پیغمبری این دعوت است، امر خدا را در بنده های خدا رساندن. زنها نمیتوانند که مثلا صداشون را بلند کنن، مردم را به سوی خدا دعوت کنن و صدای اونها را مردای بیگانه شنون. یک دیگر اینکه زنها معذور هستند، عذر دارند. عذر اونها این است که حالت میشه و اینها کسل زنانه میشوند، یعنی از عبادت و بندگی خدا دور هستند. زنها بعد از اون در حالت شهادت نگاه کنیم، دو زن بعد از اون حکم یک مرد داره. یک زن یعنی انسان کامل حساب کرده از روی یعنی کم بودن عقلهاشون، یعنی سست بودن دینداریشون که حالت از عبادت و بندگی دور هستن. به همین خاطر از یعنی جنسی زنها خداوند پیغمبر نآورده است. مردها سرپوشه زنها هستند. مردها یعنی الرجال قوامون علی النساء، آیت قرآن است که مردها سرپوشه زنها هستند، نگهبان زنها هستند. به همین خاطر خداوند از انسان کامل یعنی خداوند پیغمبر فرستاد، پیغمبر یعنی انتخاب کرده، قبول کرد. به همین خاطر از زنها نشد برادر عزیز بزرگوار.